به به آقا مهیار 207 تا بالاخره خریدی، مبارک باشه. داداش یکم آروم‌تر. اتوبوس نیستش که، ماشینه. اونم چی 207. باشه همه میخرن، مبارک باشه. آروم‌تر. پیاده‌شو. چرا؟ پیاده‌شو. چرا؟ داداش اون جلو مانعست. خب مانس پشت ماشین رو هول بدیم. پشت ماشین با هول بدیم؟ خب چرا ماشین خریدی؟ فشار میاد. خب مانس، یه مانس ببین توسانه عروش رد شد. توسانه رد شد. اسمش 207. اون با این داره یکی میشه. بعد آدمای دورم آپدیت کنم. مثلا دورم خیلی شلوغ شده. اصلا موقعی که ماشین خریدم احساس می‌کنم ذهنیتت عوض شده نسبت به آدما. خیلی ببین آدما رو خورده ریز می‌بینی. 100%. با آدما دورم آپدیت کنم. حواست باشه دور اون آپدیت ها نباشه. چرا اینجوری نشستی؟ جی کلاس نیست که 207. تو اینجا واقعا نمیخوای بدونی اینجا 207 تو 207 نشستی. اصلا فکر نمی‌کنی یکم فضاش با فضای ماشین دیگه مختلفه؟ چرا احساس می‌کنم؟ آفرین په. زنگ میزنم محمدم بیاد. کجا بشینم؟ محمد رفیقمون کجا بشینم؟ عقب دیگه. اینجا جا 2 نفره. 2 نفر. یکی اینجا یکی اینجا. حواست باشه خودت هم نندازم بیرون. 2 نفر. ماشین 4 نفر 2 تا صندلی. 2 نفر اونجا جاه. اوه مهیار دختره رو نگاه. داداش اگه میخوای ای کارا کنی برو بیرونم ماشین. من خوشم نمیاد تو ماشین من اونم 207 ای کارا بخوای بکنی. حواستو بده به خود. اصلا شأن و شخصیت من دیگه به این کارا نمیخوره. اگه میخوای این کارا برو پایین.